اینجا یکی از معروف ترین رستوران های شرق گیلانه. محال کسی خودش رو غذاباز بدونه و این رستوران رو نشناسه. رستوران شهر سبز کومله. توی روز تعطیل 1 ساعتی باید توی صف بمونید تا به این سالن برسید. منو به شکل کاغذی و بدون قیمت. یه سری غذاها هم تموم شده. این سرویس مخلفات هم همراه غذا میاد و نیازی نیست سفارشش بدید. در روز تعطیل علاوه بر صف بیرون یه زمان آماده سازی طولانی هم داخل سالن در نظر بگیرید. ته این انتظار اما شیرینه. کباب ترش و شیشلیک معروف ترین غذاهای اینجاست که همیشه توی سطح خیلی بالایی ارائه میشه. کباب ترش خیلی نرم با طعم‌سازی که واقعا خوشمزه است و امضای خودشونه. شیشلیک هم منظور کباب گوسفندیه که هم با استخونه و هم بدون استخون. بیات و ترد و طعم دلخواه کباب گوسفندی. به نظرم توی روز غیر تعطیل بدون اون صف و انتظار آزاردهنده کاملا قابل پیشنهاده.